راز بزرگ تغییر چهره آریانا سعید در امریکا فاش شد. دلیل جراحی‌های مختلف آریانا سعید چی بوده است؟ آریانا در کدام کشور زندگی می کند اکنون و مصروف چی کاری باری بوده است؟ آریانا سعید چرا تاکنون چندین بار صورت و اندامش را جراحی کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از انجره‌های طلایی در هنر موسیقی افغانستان بوده است که نام آریانا سعید با قلم زرین در هنر موسیقی افغانستان عکس شده است. آریانا دوستداران و منتقدان هنری خاص خودش را داشته است و از آغاز کارهای هنریش همیشه کوشش کرده است برای دفاع از حقوق زنان افغانستان آهنگ بسراید. از هر طریقی ممکنه آریانا سعید برای دوستداران و طرفداران صدایش کمک ها و همکاری های خودش را انجام داده است. آریانا در کشور ترکیه اکنون زندگی می کند، ولی تاکنون چندین بار عملهای جراحی صورت و اندام را در سرتاسر جهان انجام داده است و آرزوی آریانا سعید تبدیل شدنش مانند مدلان عربی بوده است. آریانا سعید چند می شود دیگر کنسرتی برگزار نکرده است و قرار است آهنگ مشترک دوگانه با نظیر خارا، یکی از هنرمندان موفق و با استعداد کشور، در ترکیه ثبت و نشر کند. آریانا سعید علاقه‌مندان و منتقدان هنریش بیشمار بوده است، ولی قرار است آریانا سعید مانند هزاران افغانی دیگر زندگی خوب و خوشی را داشته باشد. ما آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. عزیزان و دوستانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپردم. موفق و کامیاب باشید.